به برای بچه کانال ما بچه امروز اومدیم که یه دنیا جدید بر دنیا مایکرافتمون بدیم. این دنیا خیلی گناه. الان حدود 3 سال من دارم توی مپ کار میکنم. تو کانالمون نه مثلا یه شمشو با یوتیوب باش نبودم توی مپ خیلی داشتم فعالی میکردم و این مپم خیلی کنه شده و بایدم یه مپ تازه بسازیم. خب بریم بریم با تیم مپ داغون کنیم که داره شب میشه تا شب نشده که تینگی بذاریم. ولی بعضی ها من عاشق این مپ بودم ولی دیگه با یه کار جدید میرفتیم دیگه نمیشه که هر سال هر روز توی مپ باشیم باید یه مپ جدید بسازیم. بس رو توی ایده بدید که من چجوری مپ جدید رو ساختم چیا بذارم. تخمم رو اومده ریده تو تخت مقد سیارتون کنه اندازه یه دین آیرم کنه نشده که برینه تو بلش کن. بچه باید خداحافظی کنیم از مپ قدیم ما چیکار کنیم ما دیگه به مپ جدید نیاز داریم. نمیخوام داغون کنم بسیار کنم دیگه تیم تا رو گذاشتیم. روز اولش با شما بودم ویدیوی از خودم میذاشتم صدای از خودم نمیذاشتم ویدیوهای مردم رو داشتم بارگذار میکردم تو یوتیوب میذاشتم اما الان چیکار زدم خودم ویدیو بسازم منو بشناسه خیلی و ما تو مپ خیلی فعالیت کردیم خیلی نکردیم دیگه هیچ چند فعالیت کردیم ولی ما دیگه میکنیم چیکار کنیم از این دنیا باید دیگه خداحافظی کنیم. نشد از اینا بریم میشم از بیرون اینجوری بذاریم بچه لحظه ترگوندن این مپ خیلی سخت اصلا بچه یه سیپی خودتون بگید چندین سال تو مایکرافت باز میکنید بعدش هم باید این مپیش چندین سال دارید باز میکنید رو بهتر کنید ببین بچه ها بعدش میتری کنیم با تینتی چه سیپی آدم یه استیچ آدم دیگه دیلش نمیخواد آداشه بشناسه بریم وقتی که این مپ داره میتونید چی میشه ولی انشالله توی مپ جدید ما خیلی فالوور بگیریم. بدون چرا نسوخت بچه اون چرا الان این باید از سوزنده یکی از اینه تیره کندی خب از اونجا داره دیگه آتیش میرینه داره میرینم آی 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 خداحافظ دنیای بعد خداحافظی کردیم از اینجا چون نچیزشه باید من نصف میخونه و حالا این کتاب خب دیگه بچه تو اینجا ویدیو خداحافظ اینجا به من بدیم که مپ جدید رو بهتر کنیم خداحافظ.